امروز در اوکراین پرزیدنت نوی این کشور ولودیمیر زلنسکی به اجرای وظیفه‌هایش شروع کرد. من ولودیمیر زلنسکی که با رأی مردم پرزیدنت اوکراین انتخاب شدم، با قبول این منصب بلند سوگند صداقت به اوکراین یاد نموده با تمام هستی صاحب استقلالی و تمامیت ارضی این کشور را حمایت نموده از حقوق شهروندان و اجرای کنستیتوسیای آن حمایت میکنم. در پی ارائه سوگند ریاست جمهوری اوکراین ولودیمیر زلنسکی گفت که پارلمانت را پراکنده میکند. در پیام به ورخونا رادا یا خود پارلمانت اوکراین، زلنسکی دعوت کرد که یک عده منصبداران ضد و نقیض و از جمله دادستان کل یوری لوتسنکو، وزیر مدافع و رئیس خدمات امنیت ملی برکنار شوند. زلنسکی همچنان وعده داد که ورخونا رادا دعوت هشتم را پراکنده میکند. در آغاز دوره 5 ساله رهبری اوکراین ابراز داشت که برای ختم جنگ با جدایی خواهان دونتسک و لوهانسک تلاش خواهد ورزید. زلنسکی 41 ساله که حجم نگاری سابق بوده در یک نمایشنامه تلویزیونی نقش پرزیدنت را بازیده است، در دور دوم انتخابات پرزیدنتی اوکراین رئیس جمهوری کنونی اوکراین پترو پروشنکو را شکست داد. پیام زلنسکی با شعار شان و شرف با اوکراین به انجام رسید. Офіційні символи глави держави президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському